بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. و ای مؤمنان، چون به معیار معین به قرض معامله نمودید پس آن را بنویسید و باید کاتب آن را صادقانه میان شما بنویسد و کاتب همان گونه که خدا به او آموخته است از نوشتن آن ابا نورزد. پس او باید بنویسد و کسی که قرض بر اوست باید املا کند و باید از خدای پروردگار خیش بترسد و نباید از آن چیزی که مدیون است کم کند. هرگاه مدیون سفی یعنی نادان یا ضعیف باشد یا خودش قدرت املا را نداشته باشد پس ولی او صادقانه املا کند و 2 گواه از مردان خود بگیرید و اگر 2 مرد نباشد پس 1 مرد و 2 زن گواه شوند از شاهدانی که به گواهیشان رضامند باشید تا اگر یکی از ایشان اشتباه ورزد پس یکیشان دیگرش را یاد دهانی نماید و چون گواهان خواسته شوند از شهادت دادن ابا نورزند و از این ملول نشوید که حق را اندک باشد یا بسیار به قید مدت آن بنویسید. این نوشتن در نزد خدا عادلانه تر و برای گواهی درست تر است و نزدیکتر است به این که به شک نیفتند مگر آنکه تجارتی باشد که آن را بین خود دست به دست کنید. در این صورت بر شما گناهی نیست اگر آن را ننویسید و چون خرید و فروش کردید گواه بگیرید و باید نه کاتب و نه گواه زیانمند شوند و اگر چنین کنید این گناهی است به شما و از خدا بترسید و خداوند به شما میآموزد و خداوند به همه چیز داناست.